ما زمانی که از جلال آباد برگشت کردم در مزار شریف که از موتر تا شدیم ساعت 8 بجه بود. باز با یک تاکسیوان تا خانه آمدم. این تاکسیوان 55 ساله بود. از زندگیش واقعا بسیار سیر آمده بود. وضعیت تاکسیش هم ببینید که آفرین به این تاکسی چه قسم راه میرفت، یعنی بسیار فرسوده و کونه. اینه آفرین، سلامت، تشکر. اینه قرارداد خانه شما تشکری میکنم، میره برشون میندازیم. به نمایندگی شما البته گفتم. نه اوتر بالا نمیرم، از اینجا میندازیم. اینجا بعضی دیگه دوستا هستن. یک دخترک نازنین امرا یک بچه طفلک نازنین آمده داخلش هست. در کدام شهر آلمان زندگی میکنین؟ آنفر. چند سال اونجا بودین؟ 10 سال. 2 ماه میشه برای 2 ماه آمدین یا برای 1 ماه آمدین؟ 1 ماه. باز پس میرین بخیر؟ نه. همراه کی آمدین؟ همراه مادرم بیادرم. بیادرت آمدین؟ چند روز میشه آمدی؟ دیر روز آمدی؟ دیروز. بس باری اسبی کی؟ بلند بگو دیگه نه؟ پیشتر من از اینجا میگذاشتم اینا با هم شوخی میکردن. چی شد؟ بره؟ بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همه شما جور باشین، دارای صحت کامل باشین و از گزند روزگار در امان باشین. حیات الله ساخزی باز هم در خدمت شما است. از روزه مبارک آغاز کردیم. جا دارد یک تشکری ویژه از همه شما بکنیم و قبل از اینکه بریم به سوژه گزارش میخوام که یک خواهش کوچک از شما داشته باشم. ما زمانی که از جلال آباد برگشت کردم در مزار شریف که از موتر تا شدیم ساعت 8 بجه بود. باز با یک تاکسیوان تا خانه آمدم. این تاکسیوان 55 ساله بود. از زندگیش واقعا بسیار سیر آمده بود. از یک جای عبور میکرد، فکر میکنم باز مجا کف دیده، باز امو سیخ گلم دمی پایش در آمده بود که دوست نو عملیات هم کردن نمیتونست، اما پاچش ایزارش هنوزم خونپر بود دیگه. از زندگیش زیاد نالید. ما شمارش گرفتم تون بیا که ما سر هموطنان عزیز ما، کسایی که دست باز دارن و همیشه در هر شرایط در کنار فقرا و مستحقین خود قرار گرفته بودن، صدا میکنم. اگر به صدای ما لبیک گفتن، ما حتما گفتم باز همراه تماس میگیرم و باز همراه به گزارش هم میگیرم، اما امانت هموطنان عزیز ما را به خودت تسلیم میکنم. حالا بالای شما صدا میکنم که اگر کمک دارین، اگر زکات دارین، سرسایه دارین، به می فقیری که ما همراهش در تاکسی آمدم، وضعیت تاکسیش هم ببینید که آفرین به این تاکسی چه قسم راه میرفت، یعنی بسیار فرسوده و کونه، توانایی ترمیمی از اونم نداشتن. شما اگر کمک کردین، شماره ما خب پیش همه شما هستند. باز ما میریم ان شاء الله امو امانت شما را به مو بخیر تسلیم میکنیم. از این خاطر از روزه مبارک آغاز کردم و از این سرک هم استفاده کردم که از این سرک زیاد مردم استفاده نمیکنن، چون از اونجا که مرغابی است از اونجا و از سرک فرعی که پیش کبوترها است از اون استفاده میکنن. ما یک چند تصویرم از امو کبوترها هم میگیریم، باز پس میبریم از بیرون روزه مبارک با هموطنان عزیز ما هم قصه میکنیم و از شما هم خواهش میکنم که تا آخرین قسمت برنامه با ما باشید.
شما خو بیننده عزیز از روضه مبارک دور هستین. خیر است، شما اگر دور هستین ما اینجا هستم، به نمایندگی شما یک کم دانه میگیریم و می کبوترها میندازیم، باز میریم بخیر بیرون میریم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ من یک پنجره پر خودانه بتین. یک خوب کلانش پر کو دیگه نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. گدوات. یعنی پنجره پس؟ کم است زیاد؟ اینه آفرین، سلامت، تشکر. اینه قرارداد خانه شما تشکری میکنم، میره برشون میندازیم به نمایندگی شما. البته گفتم نه اوتر بالا نمیرم، از اینجا میندازیم. اینجا بعضی دیگه دوستا هستن، یک دخترک نازنین امرا یک بچه طفلک نازنین آمده داخلش هست. نه داخل نمیرم، همینجا سه قلب است. پیسه میگیرم، آقا پیسه کی داریم؟ ماشین دیس میشینه نمیشینه، نگاه خو میشید. یک دقیقه کاسه رو بگیرم. میترسه به اشاره که کسی حمله نکنه. خدایی که کبوترهای سفید از دیار مولالی کم نکنه. واه واه واه، زیبایی روضه مبارک واقعا نمی کبوتراست. بله. این دیگه به نمایندگی شما بیننده عزیز ما یک ذره دانه انداختیم و پس میریم بیرون از چهار اطراف روضه مبارک گزارش میگیریم و همراه هموطنان عزیز ما حتما چند قصه میکنیم. ما از همکارم خواهش میکنم که چند تصویر از طفلک‌های نازنین هم بگیره. خب چند دلار؟ نه بلند بگو بلند. بس باری اسبی کی؟ بلند بگو دیگه نه؟ پیشتر من از اینجا میگذاشتم اینا با هم شوخی میکردن. چی شد؟ بسیار خوب. چی جایزه را اعلام میکرد؟ بابا شما را یک جواب بتون. بیننده عزیز میخواستم که بیرون برام برنامه ثبت بکنم، اما یک کار عاجل برام رخ داد و حالا باید برم به او رسیدگی بکنم دیگه، ناگزیر هستم. یعنی میگم هموطنان عزیز ما خوب عکس میگیرن که حتما. بیا خیر است، مشکل نیست. بیا سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند ماشاءالله. چه خوب یک خانه پوشیدین. تشکر. نامتان؟ احمد سیار. از کجا هستی سیار جان؟ ما از دیروز پیش از آلمان اینجا آمدم. از آلمان آمدی؟ در کدام شهر آلمان زندگی میکنین؟ آنفر. چند سال اونجا بودین؟ 10 سال. 2 ماه میشه برای 2 ماه آمدین یا برای 1 ماه آمدین؟ 1 ماه. باز پس میرین بخیر؟ نه. همراه کی آمدین؟ همراه مادرم بیادرت آمدین؟ چند روز میشه آمدی؟ دیروز آمدی؟ دیروز. خواهی اندیالایتان هستن؟ فامیلم هست. فامیل هستن؟ یه خوب چکر بتن، شولگر ببرین بخیر. همین جای مشهور مزار ببینین که باز هر دفعه دیگه از جرمنی آمدن خیلی آسان نیست فکر میکنم. ببین شما اینجا ببین. خوب هستین ان شاء الله. بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ بعد برای اولین دفعه آوردین روضه که یک چند تاکس بگیرین. بعد از 10 سال آمدن. بعد از 10 سال. بله. بعد از 10 سال بیای واقعا وطن ببینی، قوم خیش ببینی،
آدم یک ذره احساساتی میشه. اینا احساساتی شدن یا نه؟ بله طبعا. دقیقاً. خیلی خوب اینا رو چکر بتین به خاطر که ما از جرمنی خیلی بیننده داریم. درست. در یوتیوب که رفتیم مزار مایک نوشته که تمام جرمنی خو نه یگان شارش مقصد ما بیننده داریم. مزار مایک جستجو بکنید ان شاء الله گزارش تا باز میبینیم. خوش آمدید. میهمان ما میشی؟ سلامت خانه آباد بخیر باشین. هموطن عزیز ما میریم از جرمنی آمده دیروز رسیده بود. کسایی که وقت آمدن به افغانستان است چون افغانستان دیگه سرسبز شده زمستان گذشت. شما اگر میخواین بیاین یک دوست عزیز دیگه ما شاید 3 ماه بعد بخیر بیایم میهمان ویژیم است. با مجرد که آمد بخیر خودم پیش روش در میدان هوایی میرم. خیلی دوستش دارم خودشم میفهمه که کی را میگم. به هر صورت ما باید با کار عاجل خود رسیدگی بکنم. ناگزیر هستم که در همینجا با شما خداحافظی بکنم تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی خادم شما در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.